اگه میخوای هم لاغر شی هم عضلات نریزه اینو بخور، مزه بهش میده، پر مرغه، پر ذرته، پر سبزیجاته، پر مزه بهش میده، بوی بهش میده، خیلی خوشمزه شده. درست کنید بخورید، من بازم میخورم. اینجا کلینیک تغذیه و رژیم درمانی آنلاین شیوین دایت هستش و بریم درستش کنیم. اول مرغای آبپز شدهمونه که تو کپشن گفتم چجوری اینقدر خوشمزه رو پزشون کنیم و ریشیش میکنیم، میریزیم یه ذره با روغن زیتون تف میدیم، بعد میریم سراغ ذرت ها هم اضافه میکنیم، تف میدیم با پاپریکا و آویشن خوب تف میدیم که قشنگ رنگش اینجوری عوض بشه. بعد میریم سراغ کلم قرمز، قشنگ اینجوری ریز ریز میکنیم، رندشون میکنیم. بعد میریم فلفل دلمه قرمز رو نصفش رو قشنگ خورد خورد میکنیم و برای سسش ماست یونانی و ماست کمچرب و یه ذره سس زیرو و آویشن و جعفری و یه ذره آب لیمو قاطی. واقعا خوشمزه میشه این سس. همه رو با هم قاطی میکنیم. اصلا تو این مراحل که دارید قاطی میکنید سس رو میزنید میفهمید چه بو و مزه خوشمزه قراره بره زیر زبونتون. واقعا همون مزه بهش رو میده. اگر میخوای خوشمزه رژیم بگیری بیاد دایرکت زودتر شروع کنی.